امروز ما میخوایم یه دونه فارم توی ماینکرافت بزنیم که به ما غذای بی‌نهایت بده. پس با من تا آخر ویدیو همراه باش. برای اینکه ما بتونیم یه دونه فارم بسازیم که به ما بی‌نهایت غذا بده، اولش ما به یک فضا نیاز داریم که بتونیم اونجا سازمون رو بسازیم. شما باید برای اینکه بتونین یه دونه ساز بسازین که برای اون فارمون باشه، باید یه حالتی بسازین که دور تا دور باشه و وسطش خالی باشه. حالا وقتی که شما این کارو کردین، باید برین این وسایلی که میگم رو بیارین. اول شما باید یه دونه هاپر بذارین اینجا و پشت سرش بقیه هاپرها رو به اون هاپری که گذاشتین وصل کنید. البته یه روش دیگه هم هست برای اینکه شما مثلا کارتون راحت‌تر شه، اینه که شما با یه دونه ماینکارت هاپر دارین کار انجام بدین که یکم حالا بعضیا شاید نتونن اون بسازن چون که یکم دردسرینش زیاده، به خاطر همین با هاپر انجام بدین راحت‌تره. ولی خب اگه بخواین توی اون دنیای سروایولتون بسازینش خیلی هزینه‌اش میره بالا و همون ماینکارت هاپر مثلا یه 2 تا یا 3-4 تا بزنین و به همین سادگی میتونین کارشون رو انجام بدین. خب ما الان اینجا رو کامل کردیم و مرحله بعدی اینه که ما الان روی اونو با درت بپوشونیم. وقتی که شما اینجا رو پر درت کردین، یه دورش هم باید بکشین برای اینکه ما وقتی که بخوایم اون ویلیجری رو که بخوایم برای ما اون فارم رو انجام بده و بتونه هم بکاره، هم اون سیدا ما رو هم بکاره و هم اون محصولاتمون رو برداشت کنه، ما الان باید یه کاری کنیم که الان آب نریزه بیرون و باید الان این کاری که انجام میدم انجام بدیم. شما باید بیاین 4 گوشه رو اینجوری بکنین، یه آب بزنین. حالا اگه میخواین که مثلا ویلیجر بیشتر باشه، هر چقدر سایز بیشتر باشه شما باید ویلیجر بیشتر بزنین. یه دونه کامپوستور میذارین و دوباره این طرف حالا ما 2 تا ویلیجر میذاریم و این ور هم یه دونه کامپوستر برای اون یکی ویلیجر. حالا این طرف ها رو شما وقتی آب زدین با یه اسلب بزنید روش تا اینجوری آب هم سطح داشته باشه، همین که آب اینی که بلاک بذارین خراب نشه. حالا وسط هم به همین صورت میاین، وسط هم یه دونه اینجوری سوراخ میزنین و هر چقدر دیدین که بلاک های آب مثلا از اون ور بیشتر نمیره، باید بلاک های آب بیشتر بزنین. حالا هوم ما میاریم و زمین رو کنده کاری میکنیم. حالا وقتی که شما این کار رو انجام دادین میتونین حالا شیشه بکشین. حالا من به شخص شیشه میکشم تا تو معلوم باشه و بتونم مثلا اون ویلیجری رو که گذاشتم رو ببینم. حالا اگه مثلا شما دیدین که مثلا کنار یه روستایی هستین و دیدین که اون کمپاستر رو گرفت، میتونین یا همون ویلیجر رو بیارین، اگه تو سروایولین یا اونو بکشین و مثلا یه ویلیجری بیارین. ولی اگه تو سروایول بودین دیگه، اگه یه ویلیجر گرفتش همون ویلیجر رو بیارین و از اون استفاده کنید. برای اینکه شما تو کریتیو هستین، اول باید 2 تا تخت خواب رو به ویلیجرایی که میخوایم بزنین نشون بدین. یعنی 2 تا تخت خواب ما میاریم میذاریم اینجا، یکیش اینجا یکیش اینجا. حالا 2 تا ویلیجر رو میندازیم. وقتی که اون تخت خواب گرفتن، ما یه دست تخت خواب نمیدیم، یعنی تخت خواب نمیکنیم و فقط روی اونا رو میذاریم. و الان فقط کافی که شما بیاین اون دونه هایی که میخوایم، مثلا هر دونه که میخواد تو رو باشه، اینا هرچی شما همه اینا رو بکارین و بعدش هم یه کاری میتونین انجام بدین که سریعتر روش کنن، نه اینکه از اون میل استفاده کنین اون فرق کن. شما اگه خواستین که مثلا این چیزایی که کاشتین سریعتر رشد کنه، میتونین اون ویدیو شورتی که گذاشتم ببینین و تون گفتم که چجوری میتونین سریعتر محصولات خودتون رو بازم بود رشد بدین. و اگرم بلدین میتونین این قسمت مثلا درست کنین اون فارم رو تا سریعتر اینا هم رشد کنن. ما چیزی یادمون رفت، این که این قسمتی که ما هاپر گذاشتیم و ما چست بذاریم و چستون بیاریم، یه هاپر هم بیاریم برای اینکه بیشتر کنیم اون فضایی که چستا هستن، چون که زیاد محصول
قطعا میدن، ما باید یه دونه هاپرم بذاریم اینجا و زیرش خالی کنیم و دوتا هم چست بذاریم. الان اینجوری فرم ما کامل تره و فقط باید منتظر باشیم که این دونه همون رشد کنن. الان اگه ما بون میل بیاریم و این محصولاتمون خودمون رشد بدیم، ویلیجر میان اونا رو میکنن و اگه ببینید بعضیاشون میفته دست خودشون، ولی بعضیاشون میره توی اون هاپری که ما زیر گذاشتیم. یعنی اگه الان ما صبر کنیم چون که مسیر طولانیه میاد توی هاپر و میتونیم از اون استفاده کنیم. البته یه چیزی تست نکردم که اگه ببینم اونم درسته اون تست میکنم و به شما اونو نشون میدم. من الان یه کاری امتحان کردم که شد. من اومدم وقتی که اینا رشد کرد و آب گذاشتم و ویلیجرها اومدن که دارن اینا رو میکنن و این خیلی جالب بود، چون که فکر میکردم که ویلیجرها این کار نمیکنن و فقط موقعی که اون مثلا اون چیزی که کاشتن در بیارن به اون صورت بعدا اونو میرن دوباره از این دونایی که گرفتن میکنن. ولی نه، الان که دیدم جالب شد و میتونید از آب سریعتر استفاده کنید و فقط شما اون آب بزنید تا این ویلیجرها گندم‌ها نبرن، چون که الان گندم‌ها میبرن و شما باید یه دونه دراپر بذارین و چند تا دراپر بذارین اینجا و وقتی که اونا رشد میکنن آب بزنین. یعنی بذارین الان شما منظورم بگم، فرض کن که شما الان اینجا رشد کرده و آب میذارین، حالا اینجوری کل آبا رو میزنین و ویلیجر رو شروع میکنن به کاشتن و وقتی هم که شما برین توی اون چستتون رو نگاه کنین میبینین که الان بیشتر گندم دریافت کردین. چرا؟ چون که ویلیجرها اکثر گندم ها رو میگیرن و به شما کمتر گندم میدن. پس با این روش میتونین شما گندم بیشتری بگیرین. اگه ویدیو جالب بود حتما ویدیو رو لایک کن و کانال ما رو دنبال کن تا 300 تایشیم. مرسی که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.